سلام، میشه خود معرفی کنی؟ به نام خدا، مادر اولاد حاجی شمس الدین هستم. بله، اگه شما رئیس جمهور می بودین چی کار میکردین؟ حاجی نمیگذاره برو جان. جان؟ میگم حاجی نمیگذاره، حاجی خوش نداره، میگه به ارگ برو بیای مردا خیلی زیاده، خوش نداره که من رئیس جمهور باشم. ببخشید، من گفتم اگه رئیس جمهور می بودین چی کار میکردین؟ اگه اصرار نکنیم برو جان، نمیشه، حاجی خوش نداره، راه نداره. ببخشید، فرض کنیم بالفرض مثلا اگه رئیس جمهور بودین چی کار میکردین؟ ها ازولا ها. از اون لحاظ. خب اگه رئیس جمهور می بودم، اول فرمایش میدادم یک ست طلا عربی بهم درست کنم، بعد زنگ میزدم به امریکایی‌ها که بیان همین انبجین من ببرم به زندان گوانتانامو. زندان گوانتانامو؟ ببخشید ولی اینجا جا تروریست ها هسته. یک انبجینی دارم که تروریست ها به گرد پای نمیرسه. پولوکاها میگه که به اندازه 100 تا انتری خسارت به بار میاره. اصلا بگذاریم، سوال من شما این بود که شما اگه رئیس جمهور بشین دیگه بغل خور که کنار میذارین دیگه، درسته؟ و بیلان نیت گپ نزنیم، اجی کلی من میکنه، اجی خوش داره، اجی شب بگذاره من رئیس جمهور باشم، اما نمیگذاره که من رو بنده خب بالا بندازم. ایت گپ دیگه نزنین که راه نداره. بله، خیر بینین، خیلی خیر بینین، بفرمایید.